یه سوال کنم اول از همه، چرا با ساعت نشستی؟ چرا چی؟ چرا متوجه نشدم؟ چرا با ساعت نشستی؟ چرا نباید با ساعت بشینم؟ چقدر متعلقی به ساعتت، به لباست، به ماشینت؟ چقدر وابسته ای؟ یعنی چی؟ نمیفهمم. با اندازه که استفاده کنم داشتی؟ میشونه در بیاری الان و بذاری بیرون از این فضا؟ ساعت رو کمکی بهتون میکنه؟ کمک نمیکنه. میخوام ببینم چقدر راحتی که رهاش کنی و دیگه دستت نکنی. یا امنه؟ شاید. تو ساعت رو گرون خریدم. حاضری ببخشیش؟ به کی؟ به کسی که خیلی احتیاج داره. به کسی که خیلی احتیاج داره. به پولش. تا حالا وصیت کردی؟ وصیت؟ نه، میترسم وصیت کنم. چرا؟ جدی من که میدونم کار مستحبی بایدم انجام بشه، ولی نه شاید نکردم. نه که میترسم و نمیدونم، حالا چون احساس میکنم که مثلا حالا زندم، حالا ادشانس مالا اینجا سال بیرون نمیریم مثلا. ببین وصیت یه شاکله‌ای که بیشتر به نظر من به درد آدمایی میخوره که صاحب یه سری چیزن، حالا افسر عائله دارن، نمیدونم اولاد دارن، بعد کارایی دارن که رو زمین مونده. نه من مدل زندگی اینجوری نبوده. یه چیزی که خیلی بهش اعتقاد دارم، اینو میگم و نمیگم که مال حریم خصوصیمه، و اونم اینه که سعی کردم که هر شب بدهکار نخوابم. این برام خیلی مهم بوده. خیلی هم سخت میخوام اگه بدهکار باشم. خیلی طلبکارم ها، خیلی. در حال حاضر بدهکار هستی؟ همین الان؟ همین الان. آره بدهکار هست، ولی به کسایی که مثلا میدونم که همونایی که مثلا باید خرج کفن و دفنمو بدن مشکل نداره، ولی به غریبه و به همکار اینا نه اصلا. منظورم بدهکار اخلاقیه. بدهکار اخلاقی؟ هر جفتش، حالا یا مالی و اخلاقی. سوال من اینه، یعنی بدهکار اخلاقی و مالی در حال حاضر. اون که خب بدهکار اخلاقی که هستیم، تو این که شکی نیست. یه روزی که سلام کردم من حواسم نبود جوابش ندادم، اینو میتونیم در دایره بدهکاری اخلاقی بیاریم. به کسی رو که من یه روز باش بد صحبت کرده باشم، حالا عصبی شده باشم، همه اینا تو این دایره میگنجه. ولی آره مالیه نه، واقعا نیست اینجوری. آره نیست. فکر میکنی تو زندگی دل چند نفر شکوندی؟ نمیدونم، نشمردم. یعنی زیاده؟ این بعضی موقع من یه کاری میکنم، تو یه کاری میکنی که نمیدونی مصداق دل شکستنه. یعنی یه نفر هست یا نیست؟ دل شکوندی. سوال من اینه. آره ممکنه باشه. یعنی ممکنه پس نیست؟ آره ممکنه باشه. مطمئن نیستی یه نفر رو پس؟ کاش که میگفتی تو ماشین حساب میکردم اینا رو برد. تو از دست چند نفر ناراضی هستی؟ خب اینا باز نمیتونم یه آماری بهت بدم. خب تعداد آدم زیاد، خیلی. چقدر تو زندگی خندیدی؟ خیلی. به چی خندیدی؟ همیشه هم تو خندیدم ترس اینو داشتم که مثلا غم پشت در باشه. قدیم میگفتن اینجوری که خنده است ممکنه غم پشت در وایساده باشه. از این میترسم. بعضی موقع که با دوستام خیلی میخندیم، مثلا داریم کیف میکنیم، صفا میکنیم، همش ترس اینو دارم که، چون خیلی اعتقاد دارم به این که خوشبختی فاصله بین دو تا بدبختی. برای همین خیلی با احتیاط خندیدم همیشه، ولی زیاد خندیدم. الانم به تو پیشنهاد میکنم اینجا بس بخندی، خیلی تو فضا چیز نکن. الکی دیوونه که نیستم الکی بخندم. خب راحت مهمه که کجا دفن بشی؟ آره این مهمه. یک عدد مورچه، همین الان مورچه کشته شد و جز بدهکاری اخلاقی من. آره مهمه آدم کجا دفن بشه. دوست داری کجا دفن بشی؟ مثلا جای شلوغ، قطعه خاصی؟ آره دوست دارم شلوغ باشه که تا الان اگر ولش کنیم، خواستم بگم ولش کنیم، نمیگم. ببین هر چی تو این شرایط الان بگیم مصداق بارز ریاه. بابا برای من تلاش نکنیم تو این قضیه وارد چیم. چرا فکر میکنی که وقتی حرفی که از ته دل بزنی من بیننده فکر میکنم که تو ریا میکنی؟ چرا انقدر به خودت مطمئن نیستی که با تمام وجود
حرف دلتو میزنی و اون بیننده نظر من خیلی بدبین باشه. چون من خودم مخاطب این شکلی ام، خیلی بد سلیقه‌ام، خیلی هم بد به حرف آدم‌ها اطمینان میکنم. به من یه چیزی رو با اینکه شاید خوب باشه ولی همیشه فرار کردم ازش و اونم مراسم تدفینه، مراسم خاکسپاریه. آخرین کسی هم که از اقوام من فوت کرد مادر بزرگم بود. خیلی هم دوستش داشتم ولی کار خیلی بدی کردم و اینجا از خانواده‌ام عذرخواهی میکنم. تعمدن جاده بیزهرا رو آروم میرفتم که به بعد از مراسم خاکسپاری برسم. این لحظه رو نبینم که مادر بزرگم تو قبر میذارن، سنگ لبوش میذارن و خاک میریزن و خداحافظ. از این صحنه نمیتونم با اینکه سختمه واقعا نمیتونم ببینم، تماشا کنم. نه اینکه خیلی بگم آدم احساساتی ام، اینا نه، منظورم این نیست. سختمه دیگه، دوست ندارم. از اون روز داره که مادر بزرگت فوت کرده چند وقت بار یادش میکنی؟ چند وقت بار فاتحه میفرستی؟ این دوستی دارم چه بخوای چه نخوای مجبوری فاتحه بفرستی، چون شبای جمعه مثلا 100 تا SMS میزنی که مثلا نثار شادی روح اموات، مثلا فاتحه هم از صلوات و یادآوری خوبیه. همش هم میگم چون ما همه فراموش میکنیم، کلا آدمیزاد فراموش کاره دیگه، بیشتر با خاطره ها زندگی میکنه. وقتی جمع میشیم تو خانواده کنار هم دیگه قشنگ جای خالی مادر بزرگمون احساس میکنیم دیگه، چون مادر بزرگم خیلی شوخ بود، خیلی حاضر جواب بود و تیکه ها و اصطلاح های فوق العاده ای هم داشت. قشنگ جاش خالیه دیگه. برای همین من دارم راهش رو ادامه میدم در خانواده و همینجوری مردم به مورد خطاب تیکه و اصطلاح انجام میدم. خوبه. معمولا چه چیزی تو این دنیا باعث میشه که تو خیلی شاکی شی؟ چی این دنیا خیلی اذیتت میکنه؟ خیلی ناراحت میکنه؟ دروغ. سنی و در چه جایگاهی با زمینی خداحافظی کنی؟ من قرار برم پیش آسمونی ها. مطمئن داری میگی؟ ما با زمینی ها خداحافظی میکنیم میریم زیر زمین دیگه. تصویرت از اون دنیا چیه؟ هیچ تصویری نداره. خودت چقدر میشناسی؟ خودمو چقدر میشناسم؟ خوب، خیلی خوب میشناسم خودم. میخوام بدونم، چون یه اعتقادی دارم میگم که بهترین قاضی نسبت به خود آدم خود آدمه، تو شکی نیست. حالا خدا رو چقدر میشناسی؟ نمیخوام بگم مثلا از خودشناسی به خداشناسی رسیدم. کار سختیه، کار درستی ولی کار سختیه. به یه چیزیش اعتقاد دارم و ایمان دارم و اونم رحمتشه. به این شکی ندارم. به همه چیزاش هم اعتقاد دارم و به عدالتش و به هر آنچه که برای ما خلق کرده، اما رحمتش رو اثر خودخواهی خیلی دوست دارم و کاملا بهش ایمان. فکر میکنی بعد از مرگت کی بیشتر میاد سراغت؟ کی بیشتر برات فاتحه میفرسته و کی اثر بیشتر یادت میکنه؟ نمیدونم، نمیشه بهش جواب داد، چون نمیدونم که میمیرم. که مثلا موقع بچه دارم، نوه دارم، نتیجه دارم، نبیره دارم، ندیده دارم. دوست داری داشته باشی؟ دوست دارم ولی نمیرسه به اون ماجرا. مثلا احتمالاً من فکر میکنم از اونام که بابا مثلا پسرم بیشتر میگه به ارواح خاک بابا، احتمالاً تا بگی به جون بابا مثلا میگه ارواح خاک بابا. فکر میکنم مردن کی خوشحال میشه؟ از مردنم کی خوشحال میشه؟ یه آدم سنگدل پست. چرا با مردنم کی خوشحال شه؟ تو تا شده از مردن کسی خوشحال بشی؟ آره واقعا لذت بردم. وقتی صدام مرد قشنگ عشق میکردم. خیلی بده ها، به لحاظ انسانی خیلی بده. حالا هر چقدر یه آدم پست، ولی واقعا دارم صادقانه میگم دیگه، صدام مرد خیلی کیف کردم. نمیدونم چرا روششون خفش کنم. چند بار تا حالا عصبانی شدی؟ 37 بار. عددی نمیتونم بگم. چند بار تا حالا دروغ گفتی؟ چند بار تا دروغ گفتم؟ 43 بار. واقعا 43 بار؟ همونو میپرسی. من نمیدونم، نشمردم دروغمو. نه یعنی فکر میکنی مرز 100 رو رد کرده؟ 100 بار رو؟ آره بابا تو خیلی پاکی. 100 بار دروغ تو 30 سال زندگی؟ شوخی. محققان میگن که 1/3 عمرشون رو آدمو در خواب به سر میبرن. یعنی اگه 30 سال داشته باشی 10 سالش رو خواب بودی.
حالا 10 سال دیگه هم ترافیک، صرف نونوایی، نمیدونم اصلاح، روزنامه، جربه از گفتگو، میمونه 10 سال عملا عمر مفید. شما فکر میکنین که این 10 سال عمر مفیدت احسان علی خانی صرف چی شده؟ ببین الان مثلا برای من نمیتونه بگی 10 سال، شاید کمتر یا بیشتر. تقسیم کنی مثلا 10 سالش میره تو دوران کودکی، 10 سالش میره نوجوانی، میانگین میگیری. آره دیگه مثلا بخوای بالا میانگین بگیری اینجوری میشه. عمر مفیدته. من جسارت کردم گفتم نه. درس خوندم، دانشگاه رفتم، کار کردم، برنامه ساختم، مستند ساختم، تیزر ساختم، سفر کردم، دعوا کردم، هرس خوردم، دود خوردم، ترافیک وایسادم. چون مال ما به همون محققا بگو، مال ما تو تهران یه عمر خیلی گسترده ای از ما هم تو ترافیک صرف میشه. همین زندگی کردم، چیز خاصی نیست، چیز عجیب و غریبی نیست. زندگی کردم. از بودن چقدر راضی هستی؟ از بودنم یعنی چی؟ متوجه نمیشم. از این که زندم چقدر راضیم؟ راضیم، نفس میکشم، زندگی میکنم. اگه میشدم ناراضی باشم. یعنی نداریم آدم ناراضی تو این دنیا؟ چرا اینکه وجود داره، منم ممکنه ناراضی باشم. کلا آدمه. ببین آخه نمیخوام بگم خیلی آدمه خجسته ام، خیلی مثلا کلا آدم خوشحالیم و هیچ غم و دغدغه‌ای ندارم تو زندگی، ولی خب آدم تا یه جایی میتونه بجنگه، تا یه جایی میتونه مبارزه کنه، ولی اگه قرار باشه تو همه ی عمرتو به قُر زدن و نق زدن و ناشکری سپری کنی، خب پس کی میخوای حال کنی؟ پس کی میخوای کیف کنی؟ من شبیه آدمایی فکر نمی کنم که به شدت به طرز افراطی معتقد بینن که دنیا محل گذره و باید خیلی سختی کشید تو دنیا. نه، آدم میتونه هم دنیاشو داشته باشه هم آخرتشو. این قصه نه افراط نه تفرید، همین خیر الامور اوسطها، قصه حقیقت محض تو زندگی. نه اینجوری نبوده که خیلی به خودم سخت بگیرم و اونجوری هم نبوده که خیلی به خودم آسون بگیرم. سعی کردم زندگی کنم. همین. دنیا رو چقدر دوست داری؟ دنیا رو دوست دارم. چقدرش رو نمیتونم بگم، مثلا چند تا منو دوست داری؟ نه نمیتونم بگم. ساعتتو چقدر دوست داری؟ گیرتی به ساعت من داری؟ دوست داری چشت گرفته بدم؟ نه کلا میگم ساعتو چرا باید دوست داشت آخه؟ یعنی هیچ علاقه‌ای نداری؟ ببین یه چیزی قدیمی‌ها میگفتن، بزرگترها میگفتن، خیلی قشنگه. روزی که محتاج کسی نشی، دنبال عصا واسه خودت نگردی، از التماس کسی نکنی که زیر کتتو بگیره، زمینگیر نشی. قدیمی‌ها میگفتن آدم خوبه با آبرو عزت بمیره، زمینگیر نشی. اینو دوست دارم. ولی از اون طرف هم دوست دارم که مثلا چیز باشه دیگه، شب آدم بخوابه صبح بیدار نشه. چون شیکه توقعم زیاده. کلا دوست دارم که مرگ انشالله با امید خدا، مرگ با آبرو، با عزت، اینجوری باشه. اگر کلا 1 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشی، تو 1 دقیقه چی کار میکنی؟ که بخوام خداحافظی کنم، یه بیانیه میدم برای خداحافظیم از دنیا. الان 60 ثانیه بهت فرصت میدیم. قلم و کاغذ لطفا. خب چیکار کنم من؟ هم کاری که دوست داری. الان 60 ثانیه دیگه دارم میمیرم من. نه معلوم نیست. تو بنویس. انشالله که مجالی باشه تا آخر خط بنویسی و تمام اون چیزایی که میخوای بنویسی. الان من اینو روایت میکنم. حال 60 سالگیم نمیدونم. خب تو قبل ننوشته بودم. دوست داری بخونی برای ما؟ چیزی که من نوشتم که مامان عاشقتم، تو رو خدا حلالم کنید، ما رفتیم. به همه
خرمای خودشون رو تعارف میکنیم. میخوام خرمای خودتون رو بخوریم و برای خودتون فاتحه بفرستید. لا إله إلا الله